مقام‌های بلندپایه امریکایی، نخست وزیر کانادا، نخست وزیر استرالیا و وزارت خارجه عربستان سعودی در پیوند به کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده واکنش نشان دادند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که امریکا بر اقدام خود در برابر تهدیدهای هراس‌افکنانه از افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور بایدن سال پار به مردم ایالات متحده امریکا متحد شد که پس از خروج نیروهای آمریکایی، ایالات متحده امریکا به حفاظت از کشور ما و اقدام در برابر تهدیدهای هراس‌افکنی از افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور تصریح کرد که ما در حفاظت از میهن تردید نخواهیم کرد. عملیاتی که عدالت را بر ایمن الظواهری رهبر القاعده اجرا کرد و ما به این تعهد خود عمل کرده ایم. باراک اوباما در صفحه توییترش نوشته است که کشته شدن ایمن الظواهری ثابت ساخت که ایالات متحده امریکا می تواند بی جنگ هراس‌افکنی را در افغانستان ریشه‌کن سازد. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز درباره کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل واکنش نشان داده است و در بخش از خبرنامه‌اش گفته است که ایمن الظواهری حمله‌های فجیع در برابر ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی انجام داده بود. نخست وزیر کانادا در صفحه توییترش کشته شدن رهبر شبکه القاعده را یک گام به سوی جهان امن‌تر خوانده است. کانادا با همپیمانان بین المللیش برای مقابله با تهدیدهای هراس‌افکنی، تقویت صلح و امنیت و حفاظت مردم در سراسر جهان کار می‌کند. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی این حمله را نکوهش می‌کند و آن را خلاف اصول جهانی و توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا گفته است. این حمله به هر بهانه‌ای که صورت گرفته است، امارت اسلامی با شدیدترین الفاظ آن را محکوم می‌کند و آن را تخلف آشکار از اصول بین المللی و موافقتنامه دوحه می‌داند. این گونه اعمال تکرار 20 سال تجربه‌های ناکام بوده و عمل خلاف منافع ایالات متحده آمریکا، افغانستان و منطقه میباشد. نخست وزیر استرالیا در سخنرانیش در پارلمان این کشور در واکنش به کشته شدن رهبر شبکه القاعده گفته است که گروه‌های هراس‌افکن باید بدانند که افغانستان هیچگاه خانه امن برای آنان نخواهد شد. برخی از منابع امریکایی حتی پیش از اعلام رسمی از سوی رئیس جمهور آن کشور به رسانه‌ها گفته بود که هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده امریکا ساعت 6:20 بامداد روز یکشنبه رهبر شبکه القاعده را در شیرپور کابل هدف قرار داده است.